به خاطر آنه که به بالا برسد که همین کس یک کاری خیر کرد. ولی فراموش از آن میکنیم که در همین ماه شریف رمضان چی است؟ ماه است که ماه خداوند است. هر کاری نکویی که میکنیم در این آینه نیلگون ما در تاجیکستان در نزد خداوند نمایش داده می شود و اجر و ثوابی که خداوند به این کاری نکویی ما پاداشش میدهد از میلیون ها اجر و ثواب و تحسین گفتن این راهبران و خوجین ها و سرکلان های ما در این دنیا است. با نام الله بخشنده و مهربان. سلام و صلوات و صلوات بر جناب رسول الله خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. و در نهایت ادب برای یکایک شما برادران، خواهران و دوستان ارجمندم، رسیدن را به این ماه مبارک، ماهی که ما در عرفه اش ایستاده ایم، او در آستانه در این ماه شما است، تبریک و تهنیت میگویم. چون بعد از یک روز ماه شریف رمضان شروع می شود و امید از خداوند داریم که هر یکی ما و شما بتوانیم طاعت ارزنده به درگاهش در این ماه انجام دهیم و این ماه مبارک را که ماه شفاعتگر است فردا روز قیامت برای ما و شما پاکیزه و سزاوار استقبالش بگیریم و تا آخرین روزهایش قدر و قیمت او را در دلمان باز هم فزونتر گردانیم. و اکنون در یک موضوع میخواستم کمی اندیشه‌هایم را بیان دارم. گمانم اگر یک جای متحد شویم به این مقصدمان میرسیم. از اونه که طی چند سال شد مردم ما یک حسی یأس، ناامیدی در دل دارند، به خاطر که وقتی ماه رمضان شد حتما نرخ و نوا در بازارها باز بالاتر می رود. مغازه ها شکر را، گوشت را یا دیگر مواد غذایی را نرخش را بالا می بردارند. به همین خاطر این سال اکنون من یک پیشنهاد دارم برای همه آنهایی که چی استفاده برنده هستید، چی خریدار هستید، چی فروشنده هستید. اکنون امروز ما باید خودمون را اصلاح کنیم. اصلاح به چی معنی؟ بدون معنی که اگر شما اهمیت داده باشه در هر یک عید و جشن های بیرون از مثلا دینی، یک ماه پیش از سال نو میلادی، تمام مغازه ها، تمام فروشگاه ها، تمام یک تاجران اعلان، افیش ها، بانر ها رو کلان در همه جا زده میمونند که بخشیده به سال نو میلادی فلان قدر تخفیف برای خریداران. خوب اینش میرود. یک ماه پیش که از نوروز سر میکنند بخشیده به فرارسی نوروز عالم افروز در فلان مغازه، فلان دکان، فلان محصولات همین قدر تخفیف. خوب در تلویزیون نوارهای پخش میکنن، رکلام که آنها با پول اندک به دست نمی آیند. مثلا همون چند سال پیش که من اونجا بودم برای یک دقیقه پخش نوار در تلویزیون 350 سامانی پرداخت میکردند. حساب کنید که در یک روز خودش چند هزار سامانی برای یک رکلام دهنده پخش میکرد تا بگوید که بخشیده به فلان یک سال نو، بخشیده به نوروز عالم افروز، بخشیده به روز استقلالیت من فلان محصولات رو 15%، 20%، 10% ارزان کردم. و باز برای تیار کردن اون رولیک که در آنجا هم زحمتی کارگردان است، هم زحمتی نوارگر است، هم زحمتی اکتورها بعضن استفاده میشه و هنرپیشه ها. خب این رو با اینو باید گرفته با 2-3 هزار سامان دیگر باز خراجات میکنن. جمع یک شرکت برای دادن یک رکلام ممکن 20-30 هزار سامان زیاد از خود میکنند. یعنی خراجاتش ممکن از 2-3 هزار دلار برای یک ماه زیادتر است. یک شرکت عادیه که اونقدر هم ممکن تجارت کلان ندارد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خودش رو رکلام کند. و شاهد اون هم هستم که بعضا در عید و جشن ها این اون شخصان اول از این اون نوعیه یا شخصان ثروتمند تنها به یک خاطر، به خاطر اون که در بالا کار خیری کردهشون رو ببینند و یگان جا دیدن احسنشون بخونند، چیکار میکنند؟ پول هنگفت میدادند به کارمندان تلویزیون و برده 1-2 دقیقه گزارشی اخباری میشد که فلان یک سخاوت پیشه، فلان یک کاری سخاوتمندی رو انجام داد. با همین تمام. به خاطر چی؟ به خاطر اونه که به بالا برسد که همین کس یک کاری خیر کرد. ولی فراموش از آن میکنیم که در همین ماه شریف رمضان چی است؟ ماه است که ماه خداوند است. هر کاری نکویی که میکنیم در این آینه نیلگون ما در تاجیکستان در نزد خداوند نمایش داده میشود و اجر و ثوابی که خداوند به این کاری نکویی ما پاداشش میدهد از میلیون ها اجر و ثواب و تحسین گفتن این راهبران و خوجین ها و سرکلان های ما در این دنیا است. پس خوش به حال کسانی که اکنون این دعوت را قبول میکنند. بیایید برادر و خواهران عزیز، در هر ساحه هستید، دارو فروش هستید، تجارت دیگر دارید، مغازه دارید، شما یک بانر کنید به خاطر احترام همین ماه رمضان که گفتم ماه شفاعتگر است فردا روز قیامت. به خاطر آمدنش بنویسید که تخفیف به خاطر ماه شریف رمضان بگذار که 5% است، 10% است.
در مواد غذایی باشد نوران علی نور. یعنی در این ماه اگر شما توانید باز هم خیر و سخاوتتون زیاده می شود و هر قدر در دل مردم شما خرسندی و خوشنودی را از آمدن این ماه زیادتر کنید، ان شاء الله خداوند اجر زیادتری برای شما نصیب می‌گرداند. همون خیر شما را دیگر در تلویزیون کسی اکنون ضرورت ندارد که تماشا کند. اگر شما در همین ماه مبارک کجای دیده تماشابینان ارجمند دوستان گرامی، شما در کجای دیده که همین گونه اعلان نوشته شده است که بخشیده به ماه شریف رمضان تخفیف فلان قدر، جانم قربانی شما نوارش گیرید، نوارش گیرید. من اون را بازنشر میکنم با کمال احترام، با خوشنودی، با چی گویم الهام سرشار از شما. اگر نیست خودمون میسازه. من متاسف از اونم چند مغازه که در محلمون بود گشتم و گفتم که برادران خوب میشد که در ماه شریف رمضان تخفیف اعلان میکرده به خاطر ثوابیتش. من به همه نمیگویم که اکنون بعضی ها شاید زندگیشون را به زور میگذرانند، ولی الحمدلله شکر خداوند تاجران داریم که امروز موفق هستند. در همین یک ماه گفتم که برای یک رکلام کردن در تلویزیون آنها چندین هزار دلار خرجات کرده میتوانند، ولی در این ماه شریف رمضان من در تمام گوشه و کنار پایتخت گشتم، یک جا یک اعلان ندیدم، یک بانر ندیدم که بخشیده به ماه شریف رمضان من تخفیف اعلان کردم. اگر شما دیدید از شما خواهش میکنم نوار بگیرید، احسنش میخونه و این رکلام ما و شما میشود. بگذار که خداوند برای اون بنده، اون یک تاجر که تخفیف اعلان کرده به خاطر احترام این ماه شریف، اجر و ثواب خودش را دهد. ولی از جانب ما همچون بنده های خداوند، همچون یک استفاده برنده، استعمالگر، این شکرگزاری می شود. رکلام ما به پول است. برای همه اونهایی که احترام میکنند ماه شریف رمضان را، بنویسید بنرها، خراجات کنید برای رضایت حق سبحانه و تعالی، برای شادگردیدن این ماه مبارک که ماه شفاعت است، ماه رحمت است، ماه مغفرت گناه است، ماه پناه جستن از آتش دوزخ به سوی خداوند است. ما و شما این کار را باید انجام دهیم. خوش به حالتان. یک بار دیگر میگویم فراموش نکنید کجای دیدید این گونه بانر را نوارش بگیرید، حمد و ثنا بر خدا را بگیرید که بر دیدی ما مردم مهر و محبت را نسبت این ماه مبارک پیدا کرده است. خوش به حال کسانی که امروز از سحر این جانب پیغام ها فرستادند، هم متنی است، هم آوازی است، هم نواری است. اکثر یک نوار اکثرا معمول شده است از یکی از همدهگان ما داملا اسماعیل، خداوند از او رضا باد، که در آنجا از آمدن ماه شریف یک بشارت میدهند و از تمام دوستان عفو و بخشش گناه میطلبند که مبادا در جای یک سخن ناجای گفته باشم، دل شما را اگر رنجانیده باشم به خاطر این ماه مبارک عفو هم کنید گفته. همین گونه متن‌های هم نوشته ایستادند. خوش به حالتان برادران عزیز. اگر ما هم کجای سخن زشت گفتیم، نادرست گفتیم، به خاطر این ماه مبارک، ماه شریف، به خاطر حق سبحانه و تعالی از هر یکی شما ما هم بخشش میپرسیم، شما هم از دیگر بخشش بپرسید. کوشش کنیم که در شبکه‌های اجتماعی هم در این ماه مبارک سر می شود سخن بگوییم که آن سازنده باشد. تأخیر، من اصلا در زیر هر یک نوار اگر تأخیر رو ببینم بلاکش میگذارم. با همین گونه انسان اگر چند سخنش چی گویم مکنون طلایی هم باشه دیگر صحبت کردن نمیخوام، شنیدن نمیخوام، چون که کسی که حقارت و دشنام در زیر چی گویم هر یک نوار میگذارد حیف نام مسلمانیش باشد. اگر در صحبت‌های خودیتون بعضا انسانیت به هیجان به وجد میآید که میتواند یک سخن زشت به زبان بیاورد، ولی در مظهر عام وقتی که این وسایل اخبار عامه به حساب میرود سخن زشت به زبان میآورد، این هم موجب لعنت گرفتن از جانب بنده ها است، هم از جانب ملائک و هم خداوند به این گونه آدم حقارتی در شبکه‌های اجتماعی ان شاء الله امید دارم که لعنت میخوانند. و اکنون بار دیگر به همون یک خواهش گوش دهید. این مصلحت است، نصیحت من کسی را نصیحت نمیکنم و لایق نصیحت هم نیستم. خشتک ها یعنی مرحبا ای رمضان و نواری که در همونجا اعلان ها است تخفیف به خاطر ماه شریف رمضان، نوارها را نشر کنید. نوران علی نور. آمدن این ماه مبارک، این ماه شریف برای یکایک مردم تاجیکستان و یکایک مردم مسلمانی جهان مبارک باشد. الحمدلله رب العالمین و العاقبة للمتقین.